آیا کسی هست در سیاره زمین که از کودکی تا کنون رنج عاطفی نکشیده باشه؟ نداریم همین چیزی. اگه یکی به من بگه که تو گره های عاطفی داری، من میگم آره خب همه انسان ها دارن، منم دارم، آره از کودکی. ولی اگه معادل عربیشو بهمون بگن تو عقده روانی داری، خیلی سنگینه. اصلا جالب نیست؟ خیلی سنگینه. ولی واقعیتش اینه که داری، اشکالی هم نداره. چون یه بخش از درون ما هست که نمیخواد قبول کنه که من شخصیت کاملی نیستم. پذیرش این موضوع ساده نیست. اینکه من نخوت دارم، من کبر دارم، یه جاهایی فکر میکنم آدم بهتریم، آدم مهمتریم، آدم باحالتریم، آدم آگاهتریم. من بهترم، من مهمترم، من خوبترم. این رو باید بپذیرم که یه جاهایی از بالا به یه عده‌ای نگاه میکنم. غرور هست، انانیت هست، منیت هست، شهوت هست، حس هست، طمع و بقیه همش هست، حسادت، حقارت، همش هست. ما به یه مرزی میرسیم که دیگه نمیتونیم خودمون رو تحمل کنیم و این اصلا جای سادگی